برای چی میخوای کاندید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برای رضای خدا امام فرمود کسی که خدمت میخواد بکنه میتونه خدمت بکنه، خدمتشو از مردمش دریغ کنه، اونم روا نیست. شما فقط اگر ریاست جمهوری میتونی خدمت کنی به مردم؟ شاید اینجا که میفرمایید یا جای دیگه. کجا؟ دیگه با خدای باری تعالی. نه سوال منو جواب ندادی. شما فقط اگر رئیس جمهور شدن میتونی به مردم خدمت کنی؟ الهی رضا به رضایک تسلیما لامرک. لا معبود الا بفرق سیاق یا المستقیم. فکر می‌کنی رئیس جمهور چه ویژگی داشته باشه؟ یک رئیس جمهور در مرحله اول توحید داشته باشه، بعدم عدل. اما بعد امامت هم هست. احسنت. معاد روز قیامت. احسنت. بعد فکر می‌کنید که مهمترین وظیفه یک رئیس جمهور در قبال مردمش چیه؟ اشرف القوم خادمه، سید القوم خادمه. یشکر الخالق و یشکر المخلوق و من یشکر الخالق. بله. عرض کنم که فکر میکنی که تایید صلاحیت بشه؟ توکلت علی الله. اگر تایید صلاحیت بشی فکر میکنی که متهم رقیبت کیه؟ بفرمایید یه بار. اگر تایید صلاحیت بشی متهم رقیبت کیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. مرسی.